سوره لقمان تفسیر شأن عباس است. کیست لقمان که خدای ادبش میخواند، مقتدای همه با ادبان عباس است. سردر قصر سلیمان نبی حج کردند، پادشاه همه پادشاهان عباس است. مه بنی یلنامو بران مه بنی یلنامو بران واسجد بگه امیرالمؤمنان شیر نخجید رو فاتح هرمه رکه قدر و قادر و اسد و لبان قدر و قادر و اسد و لبان یا ابو فاضل یا ابن حیدر یا ابو فاضل یا ابو فاضل یا ابن حیدر یا ابو فاضل حیدر الرحمن علم القرآن قرآن در لوح عباس است. آیات سوره لقمان تفسیر شأن عباس است. کیست لقمان که خدای ادبش میخواند، مقتدای همه با ادبان عباس است. سردر قصر سلیمان نبی حج کردند، پادشاه همه پادشاهان عباس است. مه بنی یلنامو بران واسجد بگه امیرالمؤمنان شیر نخجید رو فاتح هرمه رکه قدر و قادر و اسد و لبان قدر و قادر و اسد و لبان یا ابو فاضل یا ابن حیدر یا ابو فاضل یا ابو فاضل یا ابو فاضل یا ابو فاضل ابو فاضل یا ابو فاضل یا ابو فاضل